مون اینجا چند تا قلب آبی کشیدی؟ چه قشنگ رنگشون کردی؟ خیلی خوب رنگشون کردی. دنیای بچه ها دنیای خیلی قشنگیه. ما بزرگترها هم که از تماشای این دنیا کلی لذت میبریم. من از وقتی که دنیای بچه‌های زنجیره امید رو دیدم از گندم خواستم که یه نقاشی خیلی قشنگ بکشه و آخرم این نقاشی رو برسونیم به دست بچه‌های زنجیره امید. توی دنیای قشنگ گندم من یه عالمه پروانه آبی و زرد تو آسمون آبی پر از ابرهای سفید دارن پرواز میکنن. شما هم میتونید از کوچولوهاتون بخواید که دنیای قشنگشون رو همینطوری به تصویر بکشن که در نهایت هم این تصاویر قشنگ میرسه به دست بچه‌های زنجیره امید و سپس به 40 تا از کوچولوهایی که توی این اتفاق هیجان انگیز شرکت کردن بسته‌های جذاب نقاشی داده میشه. اگر میخواین اطلاعات بیشتری در مورد این اتفاق هیجان انگیز داشته باشید به صفحه مای بیبی مراجعه کنید.